سلام و درود، خوش اومدین به این ویدیو. ما قراره در این ویدیو کاشته های عجیب و غریب بزنیم. امیدوارم لذت ببرین از این ویدیو. لایک کنین، کامنت بزنین و سابسکرایب کنین. خب کاشته اولی که ما میخوایم بزنیم کاشته بیرون پا. ما برای زدن کاشته بیرون پا باید توپو به دو قسمت مساوی تقسیم بکنیم و اگه بازیکن شما راست پاه بعد به سمت چپ توپ ضربه بزنه که بیرون پا بره و اگه بازیکنتون چپ پاه بعد به قسمت راست توپ ضربه بزنه. خب الان ما می‌خوایم این توپو گل کنیم که من موقعی که داشتم این کاشته رو میزدم درصد گل زدنیش هم بهتون نشون دادم که 0%. به خاطر اینکه فیفا بهم گفت چجوری می‌خوای اینو گل کنی. خودم تا من هستم غم نداشته باشی، به من به هر حال گلش میکنم و یه بیرون پای خوشگل زدم که خودتون هم ببینین و لذت ببرین و بعد قدرت شد هم 3 خونه پر کنین. اینم بهتون بگم. کاشته بعدی بر زدن این کاشته توپو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم بر زدن این توپ. شما برای اینکه میخوایم مثلا گل کنیم و نمیدونید چجوری اون نشونه رو دستکاری کنیم بعد اون با اون که سمت راست اونو تکون بدین یه چند متر اولیه توپ هم حتی بهتون نشون میده که کدوم ور داره میره. الان من دارم اینو میچرخونم میبینین شما که ما میخوایم این ضربه رو بزنیم این شکلی باید گلش کنیم که سر دفاع آخر رو با توپ که انجام دادم رو سر کنده انجام دادم بعد سر دفاع رو هدف بگیریم آخرین دفاع رو که بتونیم کاشته رو گل کنیم. بعدش ما باید حواسم به فاصله توپ باشه. من مثلا نسبت به هر فاصله‌ای باید یه شوتی رو بدم. این قدرت مساوی نداره. برای زدن کاشته داخل پا ما اگر مثلا مثل رونالدو پا راسته بعد به سمت راست توپ ضربه بزنیم که داخل پا بره. اگه چپ پای بعد به سمت چپ توپ ضربه بزنه که دقیقا مخالف بیرون پا گل زدنه. خب حالا ما برای زدن این گل باید سر دفاع آخر رو هدف بگیریم برای زدن توپ و چون فاصله 28 متره ما باید 3 تا خونه پر بکنیم که گل بشه، نه بیشتر نه کمتر. خب حالا یه کاشته خوشگل میخوایم بزنیم تو مود آنلاین. ما برای بازی کردن آنلاین میخوایم بزنیم باید دوباره همه کاشته های ما باید سر دفاع رو هدف بگیریم. با اینکه این سر دفاع رو برد اونور سویچ کرد که ما نتونیم کاشته رو بزنیم ولی ما قوی تر از این حرفای ما گل میزنیم. خب ما برای سخت ترین نوع کاشته الان آماده ایم. سخت ترین نوع کاشته فیفا 2023 رو بزنیم با هم. وقتی آنلاگ سمت راست رو نشون میدیم اون زیر توپ نشون میده که چه نوع داریم ضربه رو میدیم و بعد ناکل بزنه که قشنگ بعد مرکز و زیر توپو بزنه که اگه ناکل بزنه گل میشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعد. بدرود بوی.